مادر و پدر مریم کی بود؟ این خاندان مریم چه خاندان بود که پروردگار در این آیت اونها را برگزید و بهترین خاندانی اهل عالم شمارید. یک حولیه بود ساده و در صحن حولی درخت سایه‌دار بود و در روز گرم در سایه این درخت خانم نشسته بود و این خانم چند سال باز فرزند نداشت، اگرچه پیشتر از این یک پسر و یک دختر هم داشت. با کار مشغول بود، اما زبانش دلش به یاد خدا بود. ناگهان چشم او با یک پرنده افتید که در صحن حولی او با چوجه خود نوازش میکرد و با نول خود در دهان چوجه خود غذا میانداخت و با او مهربانی میکرد. این خانم از دیدن این منظره در دل خود اشتیاق فرزند کرد و از پروردگار خود دعا کرد که خدایا به من هم فرزند عطا فرما. این پیرزن حنه نام داشت و شوهر او عمران از جمله کسانی بودند که همیشه با عبادت خدا بودند و همیشه در یاد خدا بودند. و عمران که خود در مسجد بیت المقدس امام بود و پیشوا بود و نماز قوم او می‌خواند و همسر او حنه هم از خانم‌های خیلی با طاعت بود و از جمله خانم‌های بود که اهل شهر از سبب ریاضت و تقواش، از سبب بسیار عبادت کردنش به پروردگار او را دوست می‌داشتند. وقتی که این خانم این دعا را به پروردگار خود با خیلی نیازش و عاجزانه کرد و این تیر دعای این خانم به هدف اجابت رسید، پیش از آن که از زیر سایه درخت خیزد، مفسرین کرام میگویند به او حالت عذر زنانه پیدا شد. این عذر زنانه خود دید. بعد از آن که از این عادت ماهانه خود پاک گشت و شوهر او عمران همان شب با او همخوابگی کرد و با قضای الهی از این همخوابگی در رحم این مادر با طاعت و صالحه و عابده جنین پیدا گشت. بعد از گذشتن چند ماه این خانم پی برد که حامله دار شده است. بعد از اشتیاق چندین ساله با صاحب فرزند می شود. بنابر طهارت کرد و به پروردگار خود مناجات کرد.
سوره آل عمران مفصل سرگذشت این خانم با سعادت، یعنی این همسر عمران برای ما بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. این خانم به پروردگاری که در این وقتی ناامیدی به او فرزند داد گفت خدایا این فرزندی که به من عطا کردی و الان این جنین در رحم من هست، من این برای تو خدای یکتای توانا نذر کردم. خدایا این نذری من به درگاهت قبول فرما، زیرا که تو شنوا هستی به دعا و مناجات بندگان و بینا هستی به حال بندگان. حنا امید داشت که این جنینی در رحم بودی او پسر می شود و او این پسر به این خانه خدا مسجد بیت المقدس برده می سپارد و او را آزاد می کند از فرزندی خود و فقط عبادت پروردگار خود می کند و در آن مسجد بندگان خدا را خدمت می کند. 9 ماه بود شد. روز با شوهر خود عمران گفت که ای فلانی، من این جنینی در اشکم بودی خدا نذر خانه خدا کردم، نذر مسجد الاقصی کردم، بیت المقدس. تو شاهد باش. که شوهرش گفت آخر برای چی این کار کردی؟ شاید این جنینی در رحم تو دختر باشد، اون صورت چی می شود حال او نمی تواند در مسجد همراه مردها باشد. مسجد جای زنها نیست، جای خوابی برای زنها نیست. خب این خانم گفت که هرچی بود من نزد خدا کردم، من از این قولم دیگر نمی گردم. وقتی زاییدن این فرزند خجسته فرا رسید و مادر به امید آن بود که پسر می شود، اما وقتی که تولد کرد و این جنین از بطن مادر به این عالم هستی قدم گذاشت، حنا دید که او دختر است، دخترچه زیبای است، نورانی است، نه پسر. و به پروردگار خود رو آورد و گفت خدایا من دختر تولد کردم نه پسر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. خدایا من دختر تولد کردم. پروردگار گفت که ای حنا، آن چیزی که تو تولد کردی خدای تو به او داناتر است و او خود میدانست که تو دختر به دنیا میاری، اما با وجود این نظر او از تو قبول کرده بود. شاید این دختری که تو به دنیا آوردی
هیچ پسر مانند او صاحب فضیلت نشود. شاید اگر تو بچه هم میکردی مانند این دختر بارین نام تو را جاوید نمیگذاشت، مانند این دختر بارین در پیشگاه خدا مقبول نمیشد. تو چی میتانی که این چی دختری است؟ این چی صاحب فضیلت و آینده دار دوشیده است؟ مادر گفت خدایا من این دختری خدا، این نور چشم خدا مریم نام نهادم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خدایا من این دختر خود مریم نام کردم. معنای مریم عابده، صالحه، پاکیزه. خدایا گو من او را مریم نام کردم به این امید که فقط بندگی تو را کند، فقط در عبادت تو باشد. خدایا من با این امید او را مریم نام کردم که هرگز معصیت نافرمانی تو را نکند و گرد عیب در دامن او نچسبد. چه مادر با سعادتی که پروردگار همه دعاهای او را اجابت کرد. خدایا این مریم و فرزندانی که از این مریم می شود من به تو امانت می سپارم. خدایا اونها را از شر شیطان، از مکر شیطان که دشمن توست و دشمن بندگان توست، خدایا نگه دار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند این دعای مادر مریم اجابت شد. بنابر حضرت میگویند کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبه حین یولد. هر فرزندی که از مادر تولد می شود، او کی نباشد، خواه پسر و خواه دختر، در وقت تولد شدن او شیطان لعین با انگشت خود در پهلوی او خله می کند. انگشت افلاس خود در پهلوی او می خلاند. الا مریم و ابنه عیسی، مگر مریم و پسر او عیسی. اما مریم وقتی که از مادر تولد شد، شیطان خواست که بیاد و با انگشت خود در پهلوی او خلد، ذهب یطعنو. اما پروردگار پرده پیدا کنانید بین مریم و بین شیطان، فطعن فی الحجاب، دست او در پرده زد و به بدن پاکیزی مریم نرسید. بنابر دست شیطان به مریم و فرزند او عیسی هرگز نرسیده است. او مفسرین کرام و محدثان می‌فرمایند این حکم برای تمام پیغمبران الهی است. بنابر هیچ یکی از پیغمبران الهی دستی پلید این ابلیس، یعنی این شیطان لعین، به اونها رسیدگی نیست. این مادر دخترچی نظر کرده خود را تا ایام شیرخوارگی تربیت کرد. وقتی که ایام شیرخوارگیش تمام شد، این از 2 ساله زاید شد، 3 ساله شد،
او را پیچانید در لباسی زیبایی سفید و برد به مسجد، این مسجد بیت المقدس، و در مسجد او را در صحن گذاشت. و شما باز گویم که پیش از آن که مریم از مادر تولد شود پدرش وفات کرده بود، عمران. کسانی که در مسجد از علماها بودند، از شیخها بودند، از پیشواها بودند، وقتی که این طفلک زیبا را دیدند هر کدامش خواستند که خود به تربیت گیرند، به خانه برند او را تا 5 ساله و 6 سالگیش بانی کنند، بعد از آن بیارند به مسجد، به خدمت مسجد سپارند. بعد از وفات پدر مریم عمران در مسجد جاینشین او حضرت زکریا امام شدند که این کس هم پیغمبر بودند هم امام مسجد بودند. زکریا به اونها گفت، به همون شیخای مسجد که همیشه عبادت میکردند، این دخترچه رو گفتم من به خانه برم، زیرا که او اپی او همسر من است و میتواند اپش او را خوب تربیت کند. حضرت زکریا علیه السلام خانمش اپی حضرت بیبی مریم می بود. حالا بعضی روایتات خاله است، اما ابن کثیر در تاریخ البدایه و النهایه یعنی اپ بودنش ترجیح داده است، یعنی اپی حضرت بیبی مریم بود، یعنی دختر عمران بود. من او رو تربیت کنم، اپش از گفت بسیار خوب تربیتش میکنه. اما این شیخا گفتن نه، این دختر امام ماست، این پیشوای ماست، تبرک است، ما خود میگیریم. بنابر گفتن که خوب قرعه میپرتاییم. قرعه به نام کسی براد، مریم از آن او. قلمایی که به او وحی می نوشتند، کتاب آسمانی رو می نوشتند، گرفتند و نزد دریای رفتند و گفتند قلمهای خود در دریا می پرتاییم. کدام قلمی که در مقابل رویش دریا راست ایستاد آب نبرد، مریم از آن او. این قصه قرآنی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. لب دریا رفتن همه شیخا، همه علماها، زکریا هم امرای اونها رفت و همون قلم خود برد، اونها هم قلمهای خود بردند و دریا که خیلی جاری بود تیز حرکت میکرد، هر کس قلم خود پرتافت. به نوبت قلم ها رفتن گرفتن آب برد. اما وقتی که زکریا علیه السلام قلم خود پرتافت، با امر پروردگار در بین دریا در روش مقابل آب قلم راست ایستاد، مانند ستونه که خلاندگی باشد. پروردگار میگه حبیب من محمد، این سرگذشت عیسی و سرگذشت مریم من به تو معلوم کردم، و الا او وقتی که زکریا و دیگر علماء قلم خود در دریا پرتافتند تو در اونجا نبودی. از کجا دانستی که زکریا را قلمش راست ایستاد و او کفیل مریم شد؟ از کجا دانستی؟ این من به تو معلوم کردم محمد. از این لحاظ تو پیغمبری هستی، تو رسول خدایی، پیغمبری برحقی. حضرت زکریا آمدن مسجد، مریم خرسال آغوش کردند، به خانه خود بردند، نزد همسر خود، یعنی حضرت مریم اپشان سپاریدند. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
قرآن میگوید زکریا یعنی یزنش حضرت بیبی مریم تربیت کرد. وقتی که او 6 ساله شد و خودش مستقلانه کار کردنی میکردگی شد، او را آورد مسجد، برای او حجره علاهده یک بالاخانه ساخت در که نزد مسجد بود. روزانه در مسجد خدمت میکرد، مسجد میرفت، آب می آورد در وقتهای بیکاری، اما در وقتهای خانگی فقط به عبادت پروردگارش مشغول بود. مفسرین کرام میگن بی مریم از خردسالی به عبادت خدا داده شدگی بود، مانند دیگر زنها که بعد از ایام جوانی را از سر گذرانیدن عادتاً به عبادت مشغول میشوند، اما مریم نه، از خردسالیش فقط به عبادت خدا بود، به ذکر خدا بود، به شب زنده‌داری مشغول بود. از بسیاری شب زنده‌داری مریم و از بسیاری نماز و ذکر او حتی همون شیخ‌های مسجد حیران میشدند که این دختر خردسال که اکنون به سن 7 و 8 قدم مونده است، اینقدر ریاضت، اینقدر بیدارخوابی، اینقدر آه و ناله، حیران میشدند. بنابر حضرت زکریا که گاها برای خبر گرفتن نزد او می‌درآمد، در نزد مریم چیزهایی را میدید که حیران میشد. بار زکریا نزد مریم درآمد، دید در نزد مریم طبقهای میوه هایی که در این الان در شام نبود، میوه های لذیذ، میوه های شیرین. حیران شد، گفت مریم جان من، حالا در شام میوه نیست، این میوه های لذیذ برای تو از کجا؟ شاید فصل زمستان بود. حضرت بی مریم تبسم کردن، گفتن زکریا، گفتن پیغمبر خدا، این میوه هایی که تو در نزد من میبینی این رزق است که پروردگار برای من از جنت آورد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. زکریا این میوه هایی است که پروردگار برای من از بهشت فرستاده است و خدای من توانا و مقتدر است که به بندگان خود هر قدر که خواهد به شمار رزق می‌دهد. زکریا این لحظه را دید. عزیزان من، زکریا پیغمبر خدا یزنی حضرت بیبی مریم بود، سن او قریب به 90 رفته بود و همسر او هم از 70 بالا بود، اما فرزند نداشت، بی فرزند بود. وقتی که این منظره رو دید و این کرامات و این مرحمت خدا را برای مریم دید، یک تکانه حضرت زکریا در دل خود حس کردن و گفتن خدایا، تو قادری که برای مریم در فصل زمستان که میوه نیست، میوه تر و تازه میفرستی، آیا تو نمیتوانی در این ایام کهنسالی، در این ایام ناتوانی من و همسرم برای من بچه تی که نام من بعد از او پایدار موند؟ الله. هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
الدعاء. خدایا مانند که زکریا را در سن پیری از همسری ناتوان او فرزند دادی، عاشقان این مدرسه محمدی را هم کدامش بی فرزندن، خدایا تو قادری فرزند صالح به اینها نصیب گردان. ابن کثیر میگوید حضرت زکریا دعا کردند، گفتند اللهم یا من یرزق مریم الثمر فی غیر آوانه ارزقنی ولدا صالحا من امرأتی فی غیر آوانها. ای خدای که این مریم در غیر محلش میوه میدهی، به من هم در این وقت پیری از این همسرم فرزند صالح عطا فرما. این دعا بود که به هدف اجابت رسید. تیر نشان رسه بود، درهای آسمان کشاده شدند و دعای زکریا به محل قبول پروردگار رسید. حضرت زکریا یک شب در محراب عبادت میکرد به پروردگار خود. پروردگار ملائکه ها را سفارش داد. جبرئیل امین گفت که ای جبریل برو به نزد دوست من زکریا، از او سیوانچه گیر که من به او پسر به نام یحیی که جوان پاکیزه و صالح و با حیاست بدهم. الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در محراب بود، در عبادت بود که این سیوانچه را جبرئیل امین از حضرت زکریا گفتند زکریا و تو بشارت باد که پروردگار تو از پشت تو از این پیرزن ناتوانت پسر به دنیا می بیاره که او اول کسی است که تصدیق میکند رسالت عیسی و پیغمبری او را. او فرزند است که هرگز اشتیاقی به زن ندارد، پروای زن و دنیا ندارد و فرزند صالح است و پیغمبر بزرگوار است در آینده برای بندگان خدا. انشاءالله قصه زکریا را همراهی پسر زیبای او یحیی علی نبینا و علیهم السلام و در کدام وقتی دیگری بیان میکنیم. باز میگردیم به موضوع صحبت خود. مریم در آن غرفه، در آن خانچه پروردگار خود عبادت میکرد. سن او به 13، بعضی مورخان میگن به 14 رسید و در مسجد پسر عمک او یوسف ابن یعقوب که یوسف نجار در تاریخ مشهور است، او هم خیلی مرد صالح بود و پاکیزه بود و عابده بود، همراه شیخهای او مسجد عبادت میکرد و از سبب آنکه او پسر عمک بود برای مریم از احوال مریم گاها خبردار شده می ایستاد. یک روز مریم برای چی کاره از حجره خود برآمد، به طرف شرقی یعنی جانب شرقی بیت المقدس رفت، حاجتی داشت. ناگاه در راه در روپروی او یک شخصی زیبای، یک جوانی زیبای پیدا شد. قصه مریم ادامش از سوره مریم
که به نام حضرت مریم سوره است در قرآن. عزیزان با شما تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مریم از مسجد جدا شد، برای حاجت رفت. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ناگهان در نظرش یک جوان خیلی زیبای، خیلی خوشروی پیدا شد پیش حضرت مریم. جا تنها بود، خلوت بود. حضرت مریم از دیدن این جوان زیبا در روبروی خود ناراحت شد. به اصطلاح امروزی دیدش دور رفت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. گفت من به خدا پناه میگیرم ای جوان زیبا، مبادا که در حق من گمانی بده کنی. من از او زنها، از اون دخترای بدرفتار نیستم. بنابر خدایا من از شر تو، از نیت بد تو اگر ناگاه به من داشته باشی، خدایا منو نگه دار. جوان خوب گفتن اگر تو جوان با تقوا باشی خودت از من دور گیر. این کنت تقیا. بعضی مفسران میگویند، مورخان، که گویا تقی، شاید اکثری قصه‌خوانان این هم دانند، یک جوان فاسقی زناگار در بنی اسرائیل بود، هوای پیش روی او پیدا شد. نه، این قول دروغ است، این قول بی اصل است. بنابر حضرت مریم از دیدن این جوان زیبا پی برد که این جوان صالح است، با تقواست. انشاءالله با التماس و با نصیحت او به من زیانش نمیرساند. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ثانیه این جوان زیبا تبسم کرد، گفت مریم تو تشویش نشو، تو نترس، تو دل خود فارغ دار. من جبرئیل امین هستم، من از نزد پروردگار نماینده هستم برای تو و من از جانب خدا به تو مژده آوردم. مریم زیبا، خدا به تو فرزند پسر زیبای پاکیزه پیغمبر نصیب نگرداند. لأهب لك غلاما زکیا، خدا به تو فرزند پاکیزه که هرگز به گناه رسیدگی نیست و هرگز به گناه هم نمیرسد تا وقتی مرده به تو عطا میکنم. بنابر از من دین دور دار، از من تشویش نشو. من ملائکه هستم، من رسول خدا هستم، جبرئیل امینم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. یا الله، حضرت مریم گویا اینکه تاب زده باشد، خوش از سرش پرید، گفت که پیغمبر خدا، ای جبرئیل امین، آخر چگونه ممکن است از من پسر شود و دستی کسی به بدن من تا امروز نرسیده است و آخر الحمدلله من از او دخترهای فاحشه نیستم و چگونه می شود که من پسر کنم، چگونه می شود که من فرزند تولد کنم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. جبرئیل گفت مریم، حکم ازلی پروردگار به این رفته است، دیگر وی تغییر نمی‌یابد.
پروردگار تو میگوید که به دنیا آوردن فرزند برای من که خدای توانا هستم بی پدر آسان است. مریم ببین، من آدم بی پدر و بی مادر به دنیا آوردم، من حوا را از مرد و بی مادر به دنیا آوردم و از تو ای مریم پسر به دنیا میارم بی پدر. من به این قادر هستم، هو علی هین، برای من این مشکلی ندارم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من این پسر را برای جهانیان آیت و دلیل به قدرت توانای خود میگردانم و من این پسر تو را رحمت برای عالمیان میگردانم که بندگان من به سوی عبادت من دعوت میکند، بندگان من به خدایی یکتایی من شناسا میگرداند. این من او را رحمت عالمیان میفرستم و این حکم من تغییر نمیگیرد. یا بعد مریم از شنیدن این امر الهی تسلیم کرد و به جان و دل فرمان پروردگار خود قبول کرد، اگرچه میدانست که برای مریم این مرگ است. برای مریم که تمام اهل شام، تمام علمای مسجد او را دوست می داشتند، به پدر فرزند به دنیا آوردند سبب بدنامی می شود، اینو می دانست. اما او در حکم الهی، در حکم خدای خود تسلیم کرد، راضی شد. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جبرائیل امین که دورتر از مریم ایستاده بود، از گریبان مریم نسیمی فارمی خدا که مرکب با روح عیسی بود دماند، این کرد. این نسیمی زنده کننده جبریل از گریبان حضرت بی مریم داخل بدنشان شد، داخل کرتشان شد و رفت از راه فرج به رحم مریم قرار گرفت. یعنی روح عیسی در رحم مریم قرار گرفت. بنابر کسانی که گمان میکنند که مریم به زنا رسیدگی است، با حکم قرآن اونا کافر میشوند، زیرا که قرآن حضرت بیبی مریم پاکیزگیش برای تمام بشریت اعلان کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والتي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. حضرت بیبی مریم حاجره خانهشان آمدند، این حجرشان آمدند، آیسته آیسته حامل داریشان پیدا شدن گرفت. 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه شد. آخر برای دختری 14 ساله حامل داری زود نمایان می شود. نشانه حملش بر اعلا شدن گرفت. مفسرین کرام در این باب اختلاف دارند. بعضی میگن مریم در بین 3 ساعت حامل دار شد و فرزند تولد کرد. چگونه تفسیرهای فارسی ایرانیان به این ترجمه کردند. اما آن چیزی که اصح این است که حضرت بیبی مریم 9 ماه ادامه حاملگیش دوام کرد. بعد از 9 ماه مانند دیگر زنها حضرت عیسی را تولد کرد. این قول راجح است. ابن عباس هم، ابن مسعود هم، ابن کثیر هم در تاریخشان این قول ترجیح میدهند. وقتی که حضرت مریم میگه حملش نمایان شد، بر اعلا شد، یوسف که پسر عمکش بود در مسجد، که خیلی شیخ بود، عابد بود، زاهد بود، گاه حضرت مریم خدمتش میکرد، دید که نشانه های حاملداری در مریم پیدا شد. هیچ عقلش قبول نمیکرد. آخر اینقدر عبادت، اینقدر پاکیزگی، اینقدر شب زنده‌داری، اینقدر گریه و ناله که مریم داشت، در ذهن یوسف نمی آمد که باید حملش از زنا باشد. اما وقتی که میدید اشکمشان دم کردی ایستاده است،
آخر طاقت نکرد. روز حضرت مریم پیش راهش گرفت، گفت مریم خواهر عزیز، من از شما یک سوال دارم. اگر من این سوال من نتیم طاقت ندارم، زیرا که دلم کفیدی ایستاده است. شاید از این سوال از شما جواب گیرم و برای این دل سوخته خود یک شفای یابم. حضرت مریم گفت پرس. یوسف گفت مریم دوست خدا گو، آیا ممکن است که یگان نهال، یگان زراعت به تخم روی زمین برای سبز است؟ ممکن است. حضرت مریم گفت آره ممکن است. آخر همون نهالهای اوله که حاصلهای اوله که پیدا شد در روی زمین، تخم او در کجا بود؟ به تخم خدا اونا رو پیدا کرد. بار اول گندم کی کش کرد؟ تخمش کی کارید؟ هیچ کرد. به این چی پیدا شد؟ باز پرسید آیا ممکن است که فرزند به مرد این به دنیا بیاد؟ حضرت گفتن آره. حضرت آدم پروردگار وقتی که پیدا کرد کی باید پدر داشت و مادر داشت؟ و گفت مریم من به خود شما اشاره دارم که آخر تو شوهر نداری، تو اینقدر عیال پاکیزه و صالحه هستی، این حمل تو از کجا؟ گفتگی کی؟ حضرت مریم گفت که ای یوسف، ان الله بشرنی بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین. الله گفت میدانی یوسف، پروردگار برای من بشارت داد که از تو به پدر فرزند می شود. او با واسطه فقط امر خدا در رحم من به دنیا آمد با یک کلمه کن و روح او از جانب خدا است. او فرزند می شود که پروردگار او را صاحب رسالت میکند، او را صاحب کتاب میکند، او را صاحب شریعت میکند، او را صاحب حرمت و آبرو در روی زمین میگرداند و از جمله مقربان درگاهش میکند. وقتی که این سخن یوسف شنید، یوسف نجار گفت اکنون خدایا هزار شکرت که شبه از دل من، این بدگمانی از دل من نسبت به این دوستی تو دور شد. مریم گاها به خانه عفش میرفت، پیش همسر حضرت زکریا میرفت. وقتی که همسر زکریا از جاش میخست و مریم آغوش میکرد، کچاق میگرفت بوسه میکرد، خواهری کردککشن هر دو می نشستن. باره گفت آپش گفت مریم تو میدانی اما شعورتی انی حبلا، تو میدانی گو مریم خدا به من حمل داد است، من حامله دار شدم، در این سن پیری من حامله دار هستم، تو خبر داری؟ 70 ساله کندرک بود. حضرت بیبی مریم هم تبسم کرد، خدا اپت هم خبر داری منم حامله دار هستم. اما شعورتی انی ایضا حبلا. هر دو نشسته بودند. مادری یحیی یعنی همسر حضرت زکریا رو پروی مریم نشسته بود. گفت یا مریم من گمان میکنم که او طفلکی که در رحم من هست، در بطن من هست، در نزد این طفلکی در رحم توست تعظیم کردی ایستاده است. این دلالت میکنه به افضلیت عیسی از حضرت یحیی علیه السلام. من هم تو خیال میکنم که در اشکم من بودگی طفل، در نزد اشکم تو بودگی طفل سجده دارد، تعظیم دارد. خدای شکر الحمدلله. خلاصه کلام اقربه که ساعت پیش رفتی ایستاده است و صحبت ما میترسم که ناتمام موند. 9 ماه بود شد حضرت مریم علیه السلام سحریه خستن و از حجره که برای عبادتشان بود برآمدند، رفتند به بیت اللحم. یک وادی بود
که قریب 4 میل از مسجد الاقصی دور بود، از بیت المقدس. رفتن. باز میگردیم به سوی آیه های مبارکی سوره مریم. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رفت و همان بیت اللحم که یک وقت دشت بود، یک درخت خشک شده خاک بود، فصل زمستان بود، ماهی انور بود. حضرت ناراحت ایامی روزهای آخر حامل داریشان بود، رفتن و در زیر همون درخت نشستن، به پروردگار خود مناجات کردن که خدایا، گفتن کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم، این شرمندگی و خجالت من کجا برم؟ فجاءها المخاض إلى جذع النخلة. درد زایدن فرا گرفت. مریم تنها که کسی در آنجا همراهش نبود. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. کسی دایه نبود. حضرت مریم از زندگیشان بیزار شدند که ناگاه جبرئیل امین که دورتر در نظارتی در پاسبانی مریم بود فریاد کرد، ندا کرد که ای مریم، تو از تنهایی از به دنیا آوردن این طفل زیبای خود غمگین نشو. تو در اینجا تنها نیستی. قد جعل ربک تحتک سریا. از تو پایانتر، از پیش پات پایانتر ببین آب جویبار روان است، آب زلال، آب شیرین، آب ملایم و فارغ. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مریم تولد کرد. عیسی زیبا چون ستاره درخشید، به زمین افتید. حضرت مریم که در حالت نفاس بود، شاید اشتیاقی به طعام کرد، مانند که امروز مادرای ما فرزند تولد کنند زود برای آنها غذای آماده است. آن وقت برای مریم که مادرش نبود غذا تیار کن کی بود؟ جبرئیل امین گفت مریم، درختی خشکی که در او تکیه کرده نشستی، دست به تنی او زن و نوده درختی او را به سوی خود افشان، خرمای تر و تازه در دامن تو می افتد. این معجزه بود. درختی که خشک بود، حضرت مریم وقتی که تکیه به او کردن برای تولد فرزند، به مجرد تکیه مریم درخت سبز شد. زود نوده های او خرمای تازه زیبای کلان کلان ملایم تیار کردند. این کارخانه طعامپزی پروردگار بود. جبرائیل گفت نوده درخت جنبان، چگونه در دامن تو خرماهای ملایم شیرین می افتند. فكلي واشربي وقري عينا. خور از این خرماهای لذیذ و شیرین خور مریم، دل فارغ دار از اون آب جنتی، او آب زلالی که خدا او رو برای تو روانه ساخت، از او بنوش. این درد، این ناراحتی از تو دور می شود.
بنابر اولین غذایی که بعد از تولد عیسی حضرت بیبی مریم تناول کردن این خرما بود. حضرت عمرو بن میمون هم میگوید در یک سخنشان که لیس شیء اجود للنساء للنفساء، برای زنهایی که فرزند تولد میکنند از همه غذای مناسب این خرما هست. بنابر منم به خواهرای عزیز و مادرایی که ندای من میشنن توصیه میتیم که اگر خدا به اونها فرزند تید من بعد، الان خرما در همه جا بسیار است، غذای خود از خرما کنند، نشیرینی خودشان خرما خورند. زیرا که اگر غیر از خرما یگان چیزی دیگر فایده ناکتر می بود، شیرینتر می بود، پروردگار برای حضرت بیبی مریم آنجا آماده میکرد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جبرائیل همین گفت مریم تا حالا عیسی زیبا را در متاهای بهشتی پیچان، در آغوش خود گیر، آهسته آهسته بیرو به بیت المقدس رو. وقتی که از راه کسی پیش تو میبرد و میبینند در آغوش تو این فرزند است و شاید اونها از تو سوال کنند که این فرزند از کجا مریم، تو بگو من به خدا نذر کردم که سخن نمیگویم، آنچه لازم باشد شما از این طفل پرسید. به پدر فرزند و پیدا کند، طفل را در مهد گویا کند. صاحب چرکتاب هم میگوین خدا رحمتش کند. فأتت به قومها تحمله. مریم عیسی زیبا در آغوش آهسته آهسته که قطره های اشک در چشمهاش جاری بود، شاید خجالت زده هم بود، رخساره های چون ماه زیبای مریم از خجالت شاید سرخ هم بود، آهسته آهسته به سوی شهر آمد. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ناگهان به شهر آوازه رفت که مریمی که شما اینقدر به او محبت و اخلاص داشته، فرزند در آغوش آمده ایستاده است. تمام اهل شهر، چه از شیخا و چه از علماها پیشواز برآمدند، از تعجب باور نمی‌کردند که نخواد همان مریمی که شب و روز در عبادت خدا بود فرزند زایده باشد. خصوصا این یهودی های بدبخت، این دشمنای خدا و دشمن اسلام و مسلمان ها که همان روزه چی بلای بالای حضرت بیبی مریم آورده. گفتم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. مریم این فرزنده که در آغوش داری از کجا آوردی؟ این کار قباحت و شرمندگی رو تو چگونه کردی؟ مریم تو این سری خودت در کجا پنهان میکنی که از زنا تو فرزند کردی، بعد او رو آغوش کرده آوردی ایستادی؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. مریم ای خواهر هارون، آخر پدری تو یک آدم صالح بود، پدری تو یک آدم با تقوا بود، مادری تو این چنین صالحه بود، عابده بود، شب زنده دار بود، خاندانی تو خاندانی پاک و پاکیزه بود، این افلاس تو از کجا پیدا شدی؟ الله
فأشارت إليه. یکی از یهودی‌های بدبخت میگه با آواز بلند گفت که این مریم فاحشه است، این مریم، این طفلش از خود زکریاست، همون زکریایی که ما او رو پیغمبر میدانیم حوای با این تجاوز کردگی است. حضرت زکریا که هم یازنبی بود هم پیغمبر بود، از خجالت رو به گریز آورد. بدبختای یهود از قفای او سر کردند. حضرت زکریا گریختن در بیابان، درخت پیش آمد، گفتن خدایا، گفتن ای درخت با امر پروردگار من پناه کن از دست این ظالمای خونخوار. حضرت درخت پاره شد، زکریا در آمدن. شیطان لعین از دامن زکریا کشید، دامن او از درخت بیرون موند. درخت با یکدیگر چسبید اما دامنش بیرون موند. این لعین سگیر، این یهودی های لعین آمدن دریافت کردن، دیدن که در داخل درخت است. بنابر اره آوردن، از بالا درخت با بولک کردن. آن یکی را اره بر سر می نهد، دیگری را تاج بر سر می نهد. حضرت مولانا میگه بس بفرقی ذکریایش اره تیز، بیازی گردنی یحیاس خونریز. این یهودی های بدبخت چه آزارای پیغمبرای خدا را دادن، چه آزارای بندگان صالح خدا را دادن، و این روز هم بندگان خدا را اینها کشتی استادیان، این روز هم آزار دادی استادن. خدایا به حقی خون رختی پیغمبرای مرسل زکریا این یهودی های بدبخت خدایا هلاک کن. خدایا این حکومت اسرائیل در سرزمین عرب به زمین فرو بر. خدایا تو به این قادری. برادران مستضعفی فلسطینی ما را از زیر شکنجه این ظالما خدایا نگه دار. آمین. انشاءالله ادامه صحبت جمعه آینده میکنم، زیرا که اقربه که ساعت بالای 1 آمد و حالا حکایت طولانی است، شاید ساعتی دیگر هم ادامه یابد. خدا خواهد در جمعه آینده عزیزان من این حکایه را با تفصیل بیان میکنم. الان دعا کنیم. پروردگارا، به حرمت این لحظه های نزول رحمت، به حرمت تاریخ پیغمبران بزرگوار و دین مقدس اسلام